حضرت مولوی در مثنوی شریف بیان میکند از خدا جویم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. از خدا توفیق ادب طلب کنیم میگه، زیرا بی ادب از لطف پروردگار همیشه محروم است. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادب فقط در جان خودش تنها نه، در عالم جور میکنه. به سبب بی ادبی یک بی ادب زیان و ضرر به یک جامعه میرسه، به یک مملکت سرزمین میرسه. موعده از آسمان در میرسید، به صدا و به فروخت و به خرید. شما از قصص پیغمبران میدونه، از قرآن میدونه که وقتی که بنی اسرائیل در ته افتادن، در صحرا راهگم زدن، مدت 40 سال در ته بدن، به غضب خدا گرفتار. در او بیابان نه چیز کاریده میشد، نه چیز به دست آورده میشد. خدای تعالی ترحم شو کرد و بر اونا من و سلوا نازل میکرد از آسمان به یگان مشقت. استعیذ بالله و انزلنا علیکم المن و السلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. خدای تعالی میگه که بنی اسرائیل بر شما ما من و سلوا نازل کردیم، بر گذشته های شما گفتیم بخره از رزق روزی حلال و طیب و پاک که برای تو روزی گرداندیم. نه کار میکردن نه هیچی. سحر میخستن از خواب که خداوند براشو سلوا آماده کرده است. سلوا پرنده های است مثل همین بودنه که به امر پروردگار همین قدر می اومدن که دیگه بنی اسرائیل هم تا آزاد می گرفتن شو، به دست حجت به شکار کردنش نبود. و من ترنجبین میگن یک چیز مثل ترحولا، چیزی شیرین خوشرو که در شاخ درختان و در دیگر جاها میریخت در زمین پر که مشت کرده می گرفتن، از همون استعمال میکردن. دسرت شو بود. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس. چند نفری از قوم حضرت موسی بی ادب پیدا شدن، گفتند یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما گفتن به یک طعام توقع صبر نمیکنیم. لن نصبر، هرگز صبر نمیکنیم، ما هرگز طاقت نمیکنیم. این چیگه باید فقط ما همین سلوا بخوریم و من بخوریم؟ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتم پیش خدا دعا که آخی تو دعوا میکنی که من پیغمبرم، تویی که خداوند برای ما از چیزهایی که زمین میرویاند برسونه، از ترش و از بادرینگش و از گندم و از پیاز و از نسک و همه چیزا به ما خدای تعالی رزق روزی کنه، ما فقط یک طعام بخوریم. حضرت موسی از بی ادبی اینا در تعجب ماند. خداوند این را بیان کرده است برای ما در قرآن. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یه مردم احمق گفت شما چیزی را که درجه پس داره به یک نعمت خداوندی بدل میخواهید بکنید. اون پرنده با لذت به یگان پول، به یگان مزد، به یگان مهنت خداوند به شما رسانده است که فقط عبادت ما را کنه، شما میگیری همون را به نسک و به پیاز بدل میکنه. اهبطوا مصر، به شهر بدروی گفت در هر شهر همون چیزایی را که طلب داره همون را پیدا میکنه. بعد خداوند گفت و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، با چنان خواری و زاری و چنان بینوایی گرفتار شدن که بگی فرزنداش زار شدن. برای چی؟ برای بی‌ادبی شو. موعده از آسمان در می رسید، به صدا و به فروخت و به خرید. در میان قوم موسی چند کس به ادب گفتند کوسی رو عدس.
منقطع شد خان و نان آسمان، ماند رنجی بیل زرع داسمان. نعمت خدا مگر قطع با همون جان کنی و با زمین شدگار کردن، با ای پشتی پا بیل شدن، با کاریدن در سری مردم باز می آمد. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خام فرستاد و غنیمت بر طبق. در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک عده از شاگرداش که با نام حواری اپوستل یاد می شوند گفتند ای رسول خدا دعا که پروردگار برای ما یک نعمت بفرستد همچنانه که بر قوم بنی اسرائیل می فرستاد. حضرت عیسی دعا کرد، پیش پروردگار التجا کرد. دعای پیغمبران نزد خداوند مقبول هستند، پذیرفته می شوند، مستجابند. و قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. حضرت عیسی پسر مریم علیه السلام میگه دعا کرد که پروردگارا ای خدای بزرگ ما، ای مربی ما، نازل کن بر ما مائده دسترخوان خوان نعمت از آسمان. همون سوره مائده که در قرآن می آید اصلا از همین قصه نامش گرفته شده گیه. سوره مائده، سوره که بعد نیساست. ببینه تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تا اینکه برای ما یه عید شوه، برای اولین هامو، برای آخرین هامو. و آیتا منک، یک نشانه از قدرتی تو، از نعمتی تو در بین ما باشه. ورزقنا انک انت ورزقنا و انت خیر الرازقین، رزق روزی ما برسان پروردگار، زیرا تو بهترینی روزی دهندگانی. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خام فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. این مردم بی‌تمیز بجای آن که همون رزق روزی خودشون بخورن، بعد لوکی پیچولی را سر کردن. یک تشمه خوردن و باقی موندهش در دسترخواناشو پر میکردن میبردن، همون کس استعمالش نمیکرد، همون از چشم گرسنگی. بعضی حجای برادر قصه میکردن که همون سالهای اول حج، منظورم سالهای 95 96 است، که خیرات و احسانات برای مردم فقیر زیاد میدادن. میگه بعضی حاجیات همون یک مرغ حیله میخوره، مرغ میورن 6-7 شنبه بنده میوره، اخیر ویران میشه و کسی نمیخورش، نه که همون رو میگیره میوره به هم چشم گرسنش. بعضی از مردم از همون قوم بنی اسرائیل چنان میگه دیگه نادیدگی از خود اظهار کردن که همون مائده ای را که در یک طبق خدای تعالی ماهی میفرستاد با یک قرص نان گرفته در لاکیا بستن بردن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است کم نگردد از زمین. حضرت عیسی هرچند که التجاشو کرد که ای مردم، این رزق پروردگاره، این حساب و کتاب نداره، چنی همون میخوردگیت بگی، همون تا آن طبقه از اون زیاد نبر، این دائمی است، این کم نمیگرده. زانگدارویان نادیده زیاز، آن دری رحمت برایشان شد فراز. از برای یک عیده نادیده ها خدای تعالی دری رحمت شد بست، دیگر نزول مائده قطع شد. باز مردم در دست تبر تیشه گرفتن، بیل کلنگ گرفتن، باز همون عذاب و مشقتی کاریدن درو کردن در سرشو افتید. ببینه حضرت میگه هر کی گستاخی کند در روح دوست، دشمن مردان شده نامرد است. هر کس بی ادبی میکنه او دشمن مردکای، حقیقتا اگر بگیریم نامردترین نامردای. از ادب پر نور گشته است این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. نوری فلک همه از ادب است، معصوم بدن فرشته های خدا، پاک بدن ملائکه های خدا همه از ادب است. شد ز بی باکی کسوف آفتاب، شد عزازیل ز جرأت رد باب.
همون بعضا گرفته شدن آفتاب از بی‌باکیش است میگه. و عزازیلی که در علم دانش از ملائکه ها گویی سبقت میبرد، به سبب بی‌ادبی و سرکشی شیطان شد، رد شد، رجیم شد. از همین خاطر باید ما ادب داشته باشیم، ادب نیک داشته باشیم. خدای تعالی انسان به نیکوترین صورت خلق کرده است. واقعا انسان، هر انسانی باشه، حتی همون زنگی های افریقا از شمس قمر زیباتر هستند. خوب اگر اعتبار بتی به نظر تکبر و غرور نه، اگر خوب در خلق، در آفرینش خدا اعتبار بتی، باور کنی همون زنگی ها به حد زیبا هستند. با همون لوای غوث به خود چنان مناسب است. یک برادر حاجی داره میگه اگر همون لبای زنگی ها را بگیرن در ما و شما مونن عجب خنک تنک میشیم. نه که ببینه که در خودشو چقدر مناسب است، موی سر جنگیلشو به خودشو چقدر مناسب است. باور کنه قسم به خدا اگر از نظر صنع خدا، اعجاز خدا شما یک بار ببینه چقدر هر چی به خودش مناسب است، یگان چی کم و زیاد نیست. نیست در دایره یک نکته خلاف است، کم و بیش همه مناسب است به جای خود است. چرا؟ زیرا خداوند میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به درستی که ما انسان را در نیکوترین صورت خلق کردیم، از همه زیباتر خلق کردیم. اما انسان در صورت زیبا میشود که اخلاق زیبا داشته باشه. اگر اخلاق نداشته باشه از حیوان بدتر میشود، از حیوان شریرتر میشود. پیغمبر ما و شما را تعلیم میده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیباترین مخلوق خدا است. زیباترین از یوسف علیه السلام در زیباتر است. از مادر ما بی عایشه روایت می شود که حضرت میگه همیشه دعا میکرد اللهم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. پروردگارا همچنانه که به من صورت زیبا عنایت کردی، رنگ روی زیبام دادی، چهره زیبام دادی، یگان کمبودی و نقصان در بدنم نیست، پس خلق اخلاقی مرم نیکو کن. ببینید پیغمبری که خدا در قرآن وصف اخلاق کرده است، برای آن که ما و شما تعلیم بگیریم دعا میکرد که همین دعا را ما بآموزیم، پیش خداوند همین دعا را کنیم. و ما باید تقلیدی با پیغمبر داشته باشیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. خدای تعالی میگه به تحقیق از برای شما در سیمای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نمونه و یک الگوی زیبا و خوب را خلق کردیم که شما به همون تقلید کنید، شما از اون پیروی کنید. پیغمبر چی نو بود؟ دشنامه گفت، حقارت میکرد، همچنانه که امروز خرد و بزرگی ما حقارت میکنند. در صحیحین اومده است از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه که وقتی که صفت پیغمبر هم میکنه حضرت میگه لم یکون النبی صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا و کان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاحش و متفحش نبود، هرگز دشنام و حقارت نمیکرد، بدزبانی و بدگویی نمیکرد و همیشه تأکید میکرد که به درستی که بهترین شما نیک و اخلاق ترین شماست. هر کسی اخلاق خوبتر و نیکتر داشته باشه همو بهتر است، هم نزد خدا، هم نزد پیغمبر و هم در جامعه مسلمانان. ادب از زر زیور از تمام اشیای دنیا بالاتر است. ادب نور است، ادب تاج است از نور الهی. بینه بر سر برو هر جا که خواهی. شخصی با ادب در کجای برو خورده بشود، از روی همه ادبش احترامش بکنند. پس برادرای عزیز باید ما و شما ادبی نیکی خود، خلق اخلاقی نیکی خودمون ظاهر کنیم. مال ملک پدر همه میرود، اما اگر ما از پدر ادبی نیک تعلیم بگیریم هرگز ما را ترک نمیکنه. در یک حدیثی که در اسنادش ضعف است، اما از بس که فضایل الاعمال میگیم ان شاء الله باقی نداره، ما به این حکم ثابت نمیکنیم. روایت شده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودند ما نحل والد والدن ما نحل والد ولدن احسن من ادب حسن یا افضل من ادب حسن. هیچ پدر از برای فرزند خود
از ادب حسن، از اخلاق حسنه دیده میراث خوبتر و بهتری را گذاشته نمیتونه. پس از همون خوردی فرزندکو را باید تعلیم تربیه کنیم. باور کنید در کوچه میبروی دشنام حقارتو را گوش میکنی، آدم در دهشت میغلطه که آخه ما مسلمان هستیم، ما مسلمان زاده هستیم، آیا برای مسلمان سزاوار است که همین دشنام حقارت به زبان بگیره؟ گناهکار میشیم. از کی یاد گرفتن همون طفلکا دشنام حقارت؟ از ما و شما یاد گرفتن، از کلانا. ما با همدیگر حظ شوخی میکنیم، دشنام میتیم. وقتی که میبینن که کلان سالا عیب ادب ندارن، وقتی میبینن پدر در خانه دشنام حقارت میکنه، فرزند از او دیگه چی تعلیم بگیره؟ چی آداب با آموزه؟ پس ما باید خودمون نمونه باشیم، فرزندامون رو تعلیم بدیم. چرا زمانهای پیش یک کودک در کوچه اگر یک دشنام حقارت میکرد، هر موسفید، هر کلانسال از پیشش میگذشت، یک گوشمالش میداد. امروز این کار قطع شده است. چرا قطع شده است؟ مگر همین امری به معروف نیست؟ مگر همین نهی از منکر نیست؟ مگر همون چیزی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای امتش تاکید کرده است؟ چرا ما فراموش کردیم؟ چرا مسئولیت خود ما فراموش کردیم امروز؟ از خدا بترسید برادرای عزیز. از دشنام حقارت فقط غضب خدا برانگیخته می شود. از دشنام حقارت رزق روزی کم می شود. از دشنام حقارت در جامعه فرشته ها می گریزن و شیطان ها نزدیک می شود. یک پسرک پدرش یا مادرش دشنام قبیح داده است، مادرش از مادرش نواخته است. پدری بی تمیزی بی ادبش خدا به خبرش گفته است الحمدلله بچه ما هم حقارت چی شده است، شادی کرده که بچه ما هم حقارت یاد گرفت. اکو چی بچه کلون شود، یک خیرس بچه یا یک گرگ بچه کلون می شود. وقتی پدر شادی کنه که بچه ما حقارت گوشیده است. ادب بهتر از گنج قارون بود. حکیم فردوسی میگه جنگ رستم با دیوی سفید میخونیم، جنگ رستم با اکوانده و میخونیم، با اشکبوس میخونیم، معنی تری چیزای مهمی را که حضرت حکیم فردوسی برای ما و شما تعلیم داده است، او را نمیدونیم، نمیخونیم. ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر ز ملک فریدون بود. بزرگان نکردند پروای مال، که اموال را هست روز زوال. شخصای بزرگ میگه پروای مال و ثروت ندارن، زیرا مال و ثروت چرکیده است، یه روز پایان مییابد. اگر مال و ثروت پایان نیابد، صاحبش پایان مییابد، صاحبش میبره میره، مال و ثروتش در بیگانه ها میمونه. بزرگان نکردند پروای مال، که اموال را هست روز زوال. اینان سوی علم و ادب تافتند، که نامی نکو از ادب یافتند. همه میل به سوی علم ادب کردند، همه در طلب ادب شدند. چرا؟ زیرا که نامینه که هر کسی که داره از روی ادبش است، از روی اخلاقش است. شخص حتی اگر صاحب علم و دانش باشد، اگر ادب نباشه، ادب نداشته باشه، همیشه شرمنده و خجالت زده است. چه بسا کسایی هستند که توتیوار آیه های زیاد حفظ کردیان، توتیوار حدیث های زیاد حفظ کردیان، اما از بس که ادب ندارن در میان مردم آبرو و اعتبار ندارن. زیرا این ادب یک تاج است در سر آدم. این ادب افزون کننده آبرو و عزت مسلمان است. پس باید ما چنگ به ادب بزنیم برادرای عزیز، که ادب بسیار چیزی بزرگ است و میراث است که از پیامبر محبوب ما به ما و شما رسیده است. چرا اینقدر نظم، اینقدر شعر، اینقدر قصه های در موضوع ادب که در ادبیات ما هست در دیگر جهان نیست؟ زیرا که بزرگای ما همه عالمای دینی هستند، زیرا از قرآن گرفتن، از حدیث های پیغمبر گرفتن. همین قدر حدیث و آیات در موضوع ادب زیاد است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیه همگی معنی قرآن ادب است. از همون خاطر است که اینقدر در موضوع ادب میگن، اینقدر ما را تعلیم تربیه میکنند. اما افسوس، صد افسوس که در ما کم اثر میکنه. همین سخن شنیدیم، اگر موافق او سخن عمل نکنیم، وای بر حال ما که گناه مود چندان میشود.
از همین خاطر امروز هنوز دیر نشده است چنگ بزنیم. چرا مسلمانای امریکا میتونستن که توسط ادب نیک شو مردم به اسلام جلب کنن، ما و شما میگرزونه؟ همین رفتار و کردارای ما را بعضیش اگر همون شخصی که در دلش میل رغبت به اسلام باشه ببینه، میگه اگر همین اسلام مشابه باشه قبولش نمیکنه. بخت بیایید ای برادرای عزیز، در جان خود باید جور نکنیم، از خدا بترسیم. پیغمبر ما میگه انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبب از مبعوث شدن من به پیغمبری نیک خوب ساختن مکارم اخلاقی بنی بشر است. بنی بشری که اخلاق از دست داده بود، ادب از دست داده بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط شریعت بزرگش چنگ زد به اصلاحش و الحمدلله جامعه را اصلاح کرده است. اما ما و شما فرموده های پیغمبر را فراموش کردیم. سید جمال الدین افغانی خدا رحمتش کنه، شخص است محب اسلام، خدمت کرده اسلام، یکی از داعیا و یکی از طرحریزای حرکت اخوان المسلمین، میگه به اروپا رفتم، یگان مسلمان ندیدم نه که اسلام دیدم. در اروپا یگان مسلمان ندیدم اما اسلام دیدم. مردم با ادبند، غیبت نمیکنن، دروغ نمیگن، حق همدیگر را نمیخورن، اما مسلمان نیست. به شرق آمدم میگه الحمدلله همه مسلمان است، مسلمان زیاد دیدم اما اسلام نیست، اسلام ندیدم. اخلاق اسلامی دیده نمیشود. اینقدر مردم رذیل شدند. همون دشنام و حقارت های زمان جاهلیت، رفتار و مناسبت های زمان جاهلیت، حق همدیگر خوردن، در همدیگر ظلم و تعدی را روا دیدن، همش در شرق دیدم. پس در اینجا مسلمان بسیار است، اسلام نیست. اهداف اسلامی را این مردم پیاده نمیکنن. حقیقت گفته است. خب وقتم قریب به آخر آمد، باز عاجزانه استدعا میکنم برادرای عزیز، هر یک ما و شما باید لااقل یک کوشش اندک به خرج بتیم که هر شخص بیگانه ما را ببینه در سیمای ما یک مسلمان با ادب بشناسه و لااقل دلش نسبت اسلام، نسبت مسلمان‌ها یک گرمی پیدا کنه. وای به حال ما که اگر ما سبب تنفر مردم عالم از اسلام بگردیم، داغ در اسلام بگردیم، که در اون صورت قسم به خدا حکم خیانتکار نسبت خدا، خیانتکار نسبت پیغمبر خدا و نسبت شریعت غرای او را در گردن معاوضان میکنند. حضرت مولوی میفرماید بود گبر در زمان بایزید. گبر همه آتش پرستا و زردشتی ها را میگن. بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید کی چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری. یا شیخ دعوتش میکنه، بیمار داری، میگه خداوند عقل داد، از فراست داری، اسلام قبول کنی تا اینکه هم سربلندی دنیا را خداوند نصیبت بگردونه هم سربلندی آخرت. گفت آن گبر مقصد که گبر گفت که اگر اسلامی که تو میگوی اسلام بایزید باشد، من ندارم طاقت آن تاب آن، کانفوزون آمد زی کوشش های جان. لیک ایمان خودگر ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه مشتهاست. گبر گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلامی بایزیده در نظر داشته باشی، زوری من نمیرسه برادر، برای معاف کن. این مرد که شب تا سحر در عبادت خدا قایم است، دائم روزدار است، هرگز به ذکر خدا نمیگرده، من زورم نمیرسه این کارا کرده نمیتونم. لیکن اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی که دعوای مسلمانی میکنی و غیبت میکنی، دعوای مسلمانی میکنی و فحش حقارت هرگز از دهانت کنده نیست، دعوای اسلامی میکنی و حق مردم خوری میکنی، اگر همیرت اسلام گفتنی باشی، من میل رغبت ندارم به این. اون که 100 میلش سوی اسلام بود، چون شما را دید آن فاتر شود. شخصی که واقعا اسلام دوستدار است، رفتار و کردار شما را ببینه دلش خنک شود، خنک میشود. پس بیای برادرای عزیز طوری رفتار کنیم که اسلام داری ما، ایمان داری ما یک نور بگرده،
اطرافیان را روشن کنه تا اینکه به شرافت ادبی که ما از خود ظاهر میکنیم توانیم که مردم بیگانه را به سوی اسلام جلب کنیم، نه اینکه از خود گریزانیم، نه اینکه دوستا را و نزدیکا را به خود بیگانه گردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله هفته آینده صحبت دوام میتیم، باقی مانده حدیث ابوذر غفاری را با شرح توضیحات به سمتون میرسونیم. گپ میزنم لیکن کم کم به سوی اسلام دعوتش میکنم. دختر رو دیدگی نیستم. اگر همین کاری من گناه باشد التماس در حق من دعا کنید که من هم به مثل شما خدمتگار اسلام عزیزمون شوم. برادر عزیز، اگر از نفس خودت مطمئن هستی که شیطان وسوسه نمیکنه، به همون سخن گفتن شهوتت بیدار نمیشوه، یگان روز سویدن یا نزنچید نمیکنی، ان شاء الله کارت خیره. اما اگر همین چیز در خود احساس کردی زینهار مکر و وسوسه شیطان بسیار سخت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که هیچ فتنه از برای مردای امت فتنه انگیزتر از زن خداوند خلق نکرده است. از همین خاطر بسیار احتیاط باشه. خوب یک خواهر اسلامی مکتوب نوشته است که میخواهم سطر بندم ولی مادرم نمیموند. ببینه این اسلام بزرگ است. ببینه شرافت اسلام، مادر به سطر است نمیگذاره دختر سطر مونه، اما خداوند دختره که هدایت کرده است به واسطه همین دعوت ها و تبلیغ ها خواهش سطر بستن دارد. من میخواهم شما یک دعا کنید که من نمازخوان و سطربند شوم و به اپام نیز این دعا را دهید تا که اپام نیز سطربند و نمازخوان شود. دعا میکنید در حق این خاندان قبل از همه خداوند مادرشون هدایت کنه که نه اینکه مانع سطربندی دخترها، بلکه طلبگار باشد که دخترها همیشه سطر ببندند، طلبگار باشد که به عذر موجه دختر از خانه خارج نشود. مادر نگهبان عزت شرف دختر است. مرگ به مادری که در حق دختری خود نمیخواهد که دخترش سطر ببنده. دعا میکنه پروردگار اول مادرش هدایت کند، ثانیاً این دختر همراه اپش پروردگار و اهل اسلام و اهل نماز بگردان و خداوند و براش و بخت اقبال عطا که شوهرای صالح براشون ارزانی داره، در داماش و فرزندای صالح به دنیا بیار. آمین. خوب یک برادر گفته است که کسل قند، یک پدر دارم کسل قند است و پدرم دعا ده تا صحت بنده شود که نمازهاش سر کنه. خب اولا میگیم برادر عزیز که نماز از پدر ایت فقط به مجرد کسل قند شدن هرگز ساقط نمیشود. پدر گپ زنه که به امام اشاره نمازش خواندن بگیره، تیمم کند. اگر تیمم کرده نمیتونه شما خود تیممش بتین، فرزند است خدمت کنه و تاکیدش کنه که به امام و اشاره نماز بخونه و دعا میکنه در حق پدر ایت و تمام بیمارای اسلامی، از جمله در حق بابای حاجی دوست محمد که همین هفته یک چند روز پیشتر چشمش جراحی کردن، اما الحال دیدمش که با همه چشم جراحی شدهش طاقت نکرده است برای آن که نماز جمعه و موعظه قطع نشود از او به مسجد آمده است. که خداوند برای بیمارای مسلمانت شفای کامل و عاجل عطا کنه. پروردگار را شفا دهنده که خداوند هرگز بنده های مؤمن تا محتاج دستنگری دخترای کافر نگردان. شفا را خودت پروردگار را براشان عطا کنه. من همه دخترها را در نظر ندارم، اما دخترای بی خدا و کافر را در نظر دارم. سخنه کج نفهمید. الحمدلله چی بس و دخترای صالحی هستند. مثلا از همین جراحا از قریه بالا از همین بیمارستان به مسجد ما میان، الحمدلله نماز جمعه میخونن، 5 وقت نماز میخونن. خدا صف شماره برادران را بیشتر و زایی‌تر سازد. خب یک برادر دیگر طلب دعا کرده است، نه که راستی که من خط خونده نتونستم، خدا کنه که خطش بهتر شود. خوب یک برادر دیگر میگه که از شما التماس که من و عائله مرا دعا دهید به امر خدا به دعای ما نه انشاءالله و کمک پروردگار است که من و دخترم شفا یابد. خب یک مادر اسلامی بوده است دعا کرده است که در حق من دخترم دعا کنه، در حق عائله‌م دعا کنه که شفا بیابم، شاید یگان بیماری داشته باشه. پروردگار را به این مادر مشتی پر و فرزندش دخترش از خزانه غیب خود شفای کامل عاجل عطا کنه. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی